سالمی هر دشا بگو. یک کوزه کلان، یک نبار چوینک پیولا. یک کوزه کلان، یک چوینک پیولا، نبار چوینک پیولا. 1100 سومان دیگه از نام گنرال. یک خرسک شما. یک قنداتون بزنه. نه که رنگ آدمای خواه شما. یا هفته گرم شده است یا که گفتی امو مردمی چی که حلاوت نبورده است. یک خرسک شما. آفرین آفرین آفرین. اصلا که ما خرسک های شما میخریم نه؟ خوب چی بودن اومد؟ یک کورپا، یک تا کرتای مردونه. اینا باشه جون آشد شما. حرکت کنی همون جاره همین خیلی کنی که همه گوشتین گرفته بتونه. همین اومدگی گوشتین بگیرن مهمانا را به مهمانا بدوزن هر نداره. همین شما گوشتین دختر بتونه باید نکی که چیه کی بشوه هر دیو میشوه. پیش ما بیایم پیش ما بیایم. چی بود؟ پاهتوفگی پهلوان حلاله. نجم‌الدین پهلوان از ناحیه ورزو یک تا غلبه داره. یک غلبه از قشلاق چهارمغزکان تاجیکا. درست؟ آفرین. اونجا چهارمغزکان ازبکا هستن، چهارمغزکان تاجیکا هستن. انا یک قشلاق چهارمغزکان میگه معلم تاجیکایم. خب علم پهلوان شهر وحدت علموفا برای همه ما و شما معلوم هم پهلوانی دارن میکنن. مردم جمع نکنه در اینجا. بچه مردم جمع نکنه موبایل دا. خب سالمی هر دوش یک نبار چوینک پیولا، یک کوزه شیشگی. یک کوزه کاری کلان، یک نبار چوینک پیولا. داورشان همون طرف دا بری بشینین. همون طرف دا کی؟ بهادر جان. از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد به پهلوان علموف یک قالینی کاری کلان. قالین اینا عوض کردی؟ ایلوه شد. ایلوه چوینه که پیاله با یک قالین دیگه. درست؟